با درجه سیاست دولت تبدیل یافتن مسئله جوانان در ازبکستان این اعتبار به آینده خلق و وطن می باشد، زیرا آینده مملکت به واسطه به نسل امروز از هر جهت وابستگی قوی دارد. پرزیدنت شوکت میرزیویف به سبب ازبکستان نو را با جوانان می سازیم نگفت که در ضمیر آن جهان معنی می خوابد. مادامی که ازبکستان نو را با جوانان می سازیم، پس جوانان را لازم می آید که از امکانات های فراهم آورده ثمرناک استفاده برده، صاحب علم و دانش گردند و توسط دانش از خود کردهشان برای ساختن ازبکستان نو، وطن آینده اش درخشان سهم گذارند. از این لحاظ در ساختار تعلیم اصلاحات گذرانیده شد و در نتیجه تجربه های مملکت های مترقی عالم به عمل جاری گردیده، صفت تعلیم در مملکت تا رفت بلند می گردد. در مکتب های ناحیه مانع صفت تعلیم خوب گردیده، غایه های اینوواسیونی جاری کرده می شوند که این را می توان در مثال مکتب رقم 24 دید. مکتب رقم 24 یکی از بهترین و پیشقدمترین دبستان‌های ناحیه سوخ به شمار می رود و در این مکتب در دایره 5 تشبث مهم پرزیدنت مملکت نیز کارهای نظررس به سامان رسانیده شدند و بهترش ما درباره مکتب مذکور خواستیم با مدیر شعبه تعلیم خلق ناحیه امیرجان تیمیرف هم صحبت شویم. معلم، پیش از همه درباره همین فعالیت مکتب رقم 24 حرف می‌زنید، چون که این مکتب یکی از مکتب‌های پیشقدم‌ترین ناحیه به شمار می‌رود و بارها در این باره ما شنیدیم. در حقیقت شما درست گفتید، امروز در ساحه تعلیم اصلاحات کلی رفته ایستاده است. از آن جمله در ناحیه سوخ نیز در رشد کمال معارف بسیار کارهای نظررس بچه‌شون راسته ایستاده است و در مکتب رقم 24 که امروز واخوری جوانان و حاکم ناحیه برای گرفته شده است، این هم یک اعتبار نسبت مکتب رقم 24 میباشد. مکتب هم از جهت آرایش، هم از جهت گرفتن درآمدی از بودجه سرمایه، بغیر از این کار با خوانندگان اقتدارناک، اوید به عمل تطبیق کردن 5 تشبث مهم که محترم پرزیدنتمون شوکت میرزیویف در نزد مؤسسات تعلیمی و جوانانی که مکتب رو ختم نمودن گذاشته است خیلی خوب به راه مانده شده است. مخصوصا در اینجا پس از درس تشکیل مسابقه اسپورتی، استفاده از کامپیوترهای زمانوی، تشکیل کنفرانسی کتابخوانان و در یک وقت تامینات دخترها و جوانان آینده به کار انتخاب نمودن کسب انتخاب کنی خیلی خوب به راه مانده شده است. ماموریت مکتب، مخصوصا دیرکتور مکتب عوضجان اولیموف، احمدعلی عبداللهف، همچنین جانشین دیرکتور اوید به کارهای معنوی و معرفی در اساس رجه همه کارهای معنوی و معرفی رو خیلی خوب به راه ماندند. من باور دارم که من چنانه که دوره یکمی آزمون فنی به آخر رسید، خوانندگان این مکتب هم در ناحیه 3 نفر خوانندگانشون با دوره ولایتی راحت گرفتن که این هم در مکتب نسبت جانانگ نمودن کار با خوانندگان اقتدارناک رو نشان میدهد. در ساختار تعلیم در سال 2020 باز چه خیلی نویگری ها جاری کرده شد. اون من در ناحیه کدام کارها در ساحه تعلیم به نقشه گرفته شده است؟ برای آنکه با مکتب های عالی خوانندگان رو تیار کنیم و در اساس فرمان وزیر تعلیم خلقی ریسپوبلیک ازبکستان در مکتب رقم 21 دهه غزنو در اساس رجه تغییر یابنده وریت حقوق رجه 2 صنف انتخاب کرده شد. صنف 10 با فنهای طبیعی و صنف 11 با فنهای عمیق. همچون خوانندگان رو تیار کردن با مکتب‌های عالی رجه گرفتیم در سال خوانشی 2019-2020. این که از چورک سیوم به راه مانده شد موافق فرمان وزیر تعلیم خلقی ریسپوبلیک ازبکستان. بغیر از این با از روی رجه غیر نوبتی بلند برداشتن طایفه آموزگاران نیز این کارها هم برای رجه گرفته شد. در سال 2020 من به همه معلوم است که لیسنس گرفتن آموزگاران نیز در ناحیه سکن با کارها برای رجه گرفته شده. من بعد نه فقط دانش خواننده ها رو بلکه سایکل دادن خود دانش آموزگاران نیز به اعتبار گرفته میشه، چون که در اساس ریتینگ هم با دانش خوانندگان هم طایفه آموزگاران با ریتینگ مکتب ها تاثیر مثبت خود را میرساند. امروز اعتبار رهبر دولت به ساختار تعلیم خاصه به جوانان خیلی بلند است، تا رفت بلند می‌گردد و پرزیدنت در یکی از برآمدهای خود تاکید نمود که ما ازبکستان نو را با جوانان برپا می‌سازیم. برای به عمل تطبیق نمودن همین غایه شعبه تعلیم خلق ناحیه سوخ کدام لایحه‌ها را کدام تشبث‌ها را به نقشه گرفته است و به عمل تطبیق کردن است در داوم سال 2020؟
چنانکه شما میدونید امروز ها در سکتورها فعالیت هر یک مؤسسه های تعلیمی نیست به تحلیل گرفته می شود. ما نیز در سال 2020 در یک ماه 2 مرتبه با خوانندگان اقتدارناک گذراندن المپیادی در ناحیه المپیادی فنی رو نیز براه ماندیم که این فقط خواننده های صنف 9 10 و 11 را جلب میکنند. این مقصد خواننده ها هم با تست شناس میشن هم با مکتب عالی داخل شدن. با غیر از این ما همین خیلی رجا داریم که این رو با واسطه کامپیوتر گرفتن تست هم میکنیم، چون که اگر با واسطه کامپیوتر تست کنیم ممکن در همینجا شفافی عدالت صفت هم باز نمایان میگردد. آینده من تکلیف است پس از المپیادا گذراندن المپیادا ها با واسطه کامپیوتر آنلاین گذراندن هم این آینده ما رجا گرفتیم با طریق تجربوی این اون فن رو در آینده با طریق آنلاین یا که با طریق کامپیوتر گرفتن برام میگذاریم. این یک مسئله. دیگه مسئله ما هر چور حدود المپیادا های گذرانده پس از اون از هر چور حدود غالبویه در ناحیه دانششون سنجام برام میکنم. بغیر از این مسابقه های سپورتی هم تشکیل کردم چون که مسابقه سپورتی هم این یک آبوتاب یافتنی شاگردان ما نشان میدهد، چون که من خود همین مکتب خوانندگانش در قزاقستان در مسابقه سپورتی اشتراک با گرفتن مدال های طلایی سزاوار شدند که و 2 نفر آنها با گرفتن لیسانس برای اشتراک کردن در المپیاد بین‌المللی راحت گرفته شدند. در تاریخ سوخین یکمین مرتبه گرفتن لیسانس برای در مسابقه بین‌المللی اشتراک کردن. من باور دارم که دیگر مکتب‌ها هم از تجربه این مکتب برای خود اندازه میگیرن و از این اندازه باز دگرگون کرده در مکتب خودشون نه فقط کارهای تربیتی، کارهای تعلیمی و معنوی رو جارنا کنند. موافق تبلیغ. بینندگان عزیز، برنامه‌های تلویزیونی سوخت دوام دارد و الحال ما در مکتب رقم 24 که در حدود سکتور یکم جایگیر است قرار داریم و در اینجا تحت شعار ازبکستان نو را با جوانان برپا می‌سازیم و آخری حاکم با جوانان شده ایستاده است و البته از تفصیلات آن به شما نیز می‌رسانیم و در واقع جوانان این حدود خیلی بسیار اشتراک کرده ایستادند و در آنجا اون معماهایی که جوانان را اذیت می‌دهد به حاکم آشکار کرده می شود. در مکتب خوانندگان صاحب اقتدار بیشمار بوده، چون به ما مدیر شعبه تعلیم معلوم کرد در المپیاد فنی امساله در ناحیه 3 نفر خواننده این مکتب جای اول را اشغال نموده برای اشتراک در قسمت ولایتی المپیاد را خط گرفتند. به اقتدار و صلاحیت دانش خوانندگان این مکتب ما بار دیگر هنگامی در این مکتب گذرانیدن واخوری حاکم با جوانان اقرار شدیم. در مکتب واخوری حاکم و جوانان شده گذشت. مقصد از تشکیل واخوری به درد و مشکل های جوانان گوش انداخته آن را علاقدر حال در جایش برطرف نمودن است. در واخوری خوانندگان مکتب های حدود سکتور یکم جوانان نامتشکل اشتراک کردند. طرز فکررانی و مشکلی ها را آشکارانه به حاکم بیان نمودن جوانان این حدود واقعا اشتراکداران تدبیر را متحیر ساخت. یکی از نرسیدن صنفخانه در مکتب شکایت کرده باشد، دیگر از بیکاری، سومی از نرسیدن کتاب های بدیهی با زبان های تاجیکی و ازبکی و انجام های ورزش شکایت کرد، دیگر تکلیف بسا خوب را پیشنهاد نمود. یکی از خوانندگان مکتب رقم 24 گفت که در سوق شاعری مشهور با نام نادر نادری گذشته است، گرچند اشعار بیشمار دارد تا حال کتابش روی چاپ را ندیده است. چرا مکتب ایجادی این شاعر توانا را در سوق تشکیل نمی کنیم؟ Assalomu alaykum hurmatli hokimimiz Farruxjon Madaminowich Saro. Avvalambor bizning maktabimizga xush kelibsiz. Men 24-sonli Murda ta'lim maktabining 10-sinfda o'qiyman. Ismim So'janova Dilorom. Siz hokim bo'libsizki, biz yoshlarga berayotgan imkoniyatingizni, e'tiboringizni yaqqol guvohi bo'lganman. Men shu fursatdan foydalanib sizga, viloyat hokimimizga, prezidentimizga qolaversa 24 So'x tumani Yoshlar ittifoqi kengash raisiga, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ittifoqi kengash raisiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Biz xudo xolasa kelajakda sizlarning ishonchini oqlashingizga albatta harakat qilamiz. Sizlarning e'tiboringiz bizni doim intilishga, izlanishimizga doim chorlaydi. Endi muammo sifatida shuni aytmoqchimanki, tumanimizda Nodiriy nomli mashhur shoir o'tgan. Afsuski uning kitoblari chop etilmagan, garchi uning kitoblari behisob bo'lsa ham. Sizdan so'ramoqchimizki, tumanimizda Nodiriy nomli ijodiy maktabini ochib berishingizga yordam bersangiz, iltimos. Yoshlar ittifoqi ishlaydi buni ustida, mana xalq ta'limga to'g'ri taklif berishyapti.
buni ko'rib chiqamiz seni biz mana tegishli mutasaddi rahbarlarni ko'rib chiqib mana shu hududimizga kerak bo'lsa o'sha 27-sonli maktabimizni birorta binosini ko'ramizda biz buni ko'rib chiqib sizga natijasi bo'yicha aytamiz, tashkillab حاکم هر یک مراجعت را با دقت گوش انداخت و رهبران دخلدار به مراجعت جوانان مناسبت خویش را بیان نموده برای برطرف کردن هر یک معما سعی و حرکت کردند. خوانندگان اکثریت مکتب‌های این حدود عاید مسئله نرسیدن انجام‌های ورزش و اسباب‌های موسیقی در مکتب‌ها شکایت نمودند. Avvalambor assalomu alaykum. Men 24-sonli maktabning 6-sinf o'quvchisiman. Bizning maktabimizda shanba kuni musiqa to'garagi o'tkaziladi. Muammo shundaki, bizda musiqa asboblari yetmaydi, yo'q. Shu muammoni hal qilib bersangiz. Rahmat. Musiqa o'qituvchimiz bormilar? Ha, borlar. Qanaqa anjomlar zarur bo'ladi? Buni qani madaniyat rahbari 5 ta tashabbusni bitta yo'nalishi bilasizlar, musiqa, to'g'rimi? Birinchi tashabbus xuddi shunday. O'shaning uchun hozir o'rganasizlar. Qaysi musiqa asboblariga bizda bugungi kunda bu yerda talab borligini o'rganasiz. Menga bugun kechgacha axborot kiritasiz. Uni qayerdan olishdi va boshqa manbalar bo'yicha mablag' ajratishdi. Men hal qilib beraman. Tez kunlarda olib kelib sizga o'sha 5 ta tashabbusni biri shu musiqa yo'nalishi bo'yicha biz anjomlarni ta'minlab beramiz. بینای مکتب محله غزنا سالهای 85 توسط حشر بنیاد کرده شده است و امروز تعمیر طلب بوده. حتی گرم کردن صنفخانه ها در فصل زمستان معماهای زیاد را به وجود آورده ایستاده است. به ضمن این در مکتب صنفخانه نمی رسد و از این رو به خوانندگان در 2 بست درس می گذارند. تا به اتمام رسیدن بست دوم اطراف را ظلمت فرا می گیرد و به منزل برگشتن خوانندگان در ظلمت شب در فصل زمستان کمتر خفناکتر است. البته در واخوری دایر به این مسئله نیز خوانندگان به حاکم مراجعت کردند و به این سوال مدیر شعبه تعلیم خلق مناسبت خود را گفته معلوم کرد که ساختن بینای علاوگی به حدود مکتب مذکور را به نقشه گرفتند و آن در اساس دستور دولتی ساخته می شود. واخوری تا دیر دوام کرد و در جوانان تأثیرات خوب باقی گذاشت و با بحث و تلاش ها شده گذشت. اکثریت مسئله ها در جایش برطرف کرده شد. به ورزشکاران جوان و خوانندگان اقتدارناک انجام های ورزش و کتاب های بدیهی تقدیم کرده شد. امروز در مکتب ما واخوری با جوانان و حاکم شده گذشت. در این واخوری من به نهایت نغز اشتراک کردم. جوانان معماهای خود را با حاکممان گفته گذاشتند و اکثریت معماها در جای خود حل شد. ما از این امکانیت هایی که از طرف پرزیدنتمان به ما یاشان داده شده است به نهایت خرسندیم و از این امکانیت ها ثمرناک استفاده میبریم. میتوان گفت که تشکیل چنین واخوری ها در حل نمودن مشکل های جوانان اهمیت مهم کسب میکند. در واقع در ناحیه سوق مسئله اساسی تامین اهالی به خصوص جوانان به جای کاری دائمی بوده. در واخوری عاید این مسئله نیز مراجعت کرده شد و مراجعت آنها در جایش حل خود را یافت. واخوری حاکم، پروکورور و رهبران سکتورها با جوانان در دیگر محله های ناحیه نیز دوام دارد. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی صبح در استودیو با شما جهانگیر صابر. الحال شما را به ترتیب برنامه‌مان شناس می‌کنیم. با اکثریت ژورنالیستان نمی‌فارند اما آنها به من معقول گفت پرزیدنت. پروکورور با جوانان حدود سکتور دوم واخورد. برای چی؟ با تنظیم درآوردن توی مراسم‌ها مسئله مهمی است. کاروان اسباب و انجام‌های خوانش به مکتب رقم 12 آمده رسید. رغبتناک سازی خوانندگان عامل مهم جلب نمودن آنها به آموزش علم و دانش می باشد. ازبکستان نو را با جوانان می سازیم. تحت این شعار در مکتب موسیقی و صنعت ناحیه واخوری پروکورور و جوانان شده گذشت. جهت اعتبارناکش در آن است که واخوری مذکور بیشتر به منفعت جوانان بود، یعنی از آن جوانان
منفعت دار گردیدند. پرزیدنت شوکت میرزیویف در ویدیو سلکتری که به مسئله جوانان بخشیده شد یک چند مسئله ها را به محاکمه گذاشت و رهبران را وظیفه‌دار ساخت که پیش از همه به تربیت نسل جوان امکانیت فراهم آوردن به جوانان و برای کسب هنر آموختن و به تدبیرکاری مشغول شدن آنها اعتبار جدی دهند، زیرا برای نمایان نمودن اقتدار و صلاحیت خود جوانان را مشکلی های زیادی سد راه شده ایستاده است. به همین خاطر در حدودها واخوری های رهبران با جوانان شده ایستاده است که مقصد اساسی به عمل تطبیق نمودن گفته های رهبر دولت می باشد. دیروز در تالار مجلس های مکتب موسیقی و صنعت ناحیه واخوری پرکرار رهبر سکتور دوم فرهاد عبدولی با جوانان حدود این سکتور شده گذشت. در آن خوانندگان مکتب، جوانان نامتشکل، رهبران مؤسسه های دخلدار اشتراک کردند. پیش از آغاز تدبیر پرکرار ناحیه عاید به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافتن مسئله جوانان در ازبکستان ایستاده گذشت و قید نمود که هر یک شخص پیش از همه به خود به کدام کارها قادر بودن خویش باوری حاصل نماید که همین باوری مستحکم انسان را در حیات موفق می سازد. اصلا انسان را در زندگی سه چیز: مهر، محبت و استعداد اصیل موفق می سازد. به هر کار مهر و محبت مانده مشغول شویم، البته آینده مان درخشان خواهد شد، گفت پرکرار. پس آن عاید مسئله های موجوده جوانان به پرکرار مراجعت نمودند. اساسا مسئله های نرسیدن صنفخانه ها در مکتب های حدود این سکتور، موجود نمودن انجام های ورزش، کتاب های بدیهی شکایت کردند و با برابر آن لایحه و تکلیف های خویش را نیز پیشنهاد نمودند. اینچنین عاید معمای بیکاری نیز مراجعت کرده شد. به هر یک مراجعت متصدیان مناسبت خود را گفته از جانب پرکرار ناحیه چاره های برطرف نمودن معماها و به عمل تطبیق کردن لایحه های جوانان دیده شد. من امروز واخوری پرکرار با جوانان بعضی رهبران تشکیلات گذشته ایستاده است. در این واخوری در ناحیه ماندگی بودگی معماها، در مکتب مونده بودگی معماها، در بین جوانان مونده بودگی معماهای جوانان برای حل خود را یافتن محاکمه کرده ایستاده است. در این با کدام معما مراجعت کرده؟ من در تعلیم معماها، یعنی مکتب مونده سوی صنفا کم بودنش، معما نرسیدن صنفا در مکتب 22 تکلیفم رو دادم. اعتراف باید کرد که اکثریت مراجعت در جایش برطرف کرده شد. حل بعضی از مراجعت ها فرصت طلب میکند که اساساً به ساختار تعلیم وابسته است، یعنی ساختن بناهای علاوگی در مکتب ها. در این باره مدیر شعبه تعلیم خلق ناحیه مناسبت خود را گفته معلوم کرد که عاید این مسئله ها به صدارت تعلیم خلق ولایت و وزارت تعلیم مراجعت نامه ارسال نموده است. با یک سخنگویم تشکیل چنین واخوری ها به منفعت جوانان خدمت کرده ایستاده است و از این البته جوانان منفعت دار هستند. واخوری های حاکم پرکرار با جوانان در حدودهای ناحیه دوام دارد. درباره به تنظیم درآوردن توی و مراسم ها 14 سپتامبر سال گذشته قرار مخصوص قبول گردیده، آن از 1 ژانویه سال جاری مورد اجرا قرار گرفت. از جمله مردم سوخ قرار مذکور را خیلی خوش پذیرفتند و گفتند که این بسیار سری وقتی بود. الکی در محله های ناحیه بهر اجرای قرار مذکور جماعت ها دایر گردیده ایستادند. سعادت خواهی ترک عادت کن، ترک عادت از خود سعادت. واقعا امروز ما را عادتی بدی هست که آن بدعت به شمار می رود و برای فراوانسازی حیاتمان سد راه می گردد. این عادتی بد اسرافکاری و دبدبه های بیهوده ماست. توی مراسم های من را دبدبه‌ناک می گذرانیم که این عادتی بدی ما به ویرانشوی عائله های جوان، نامرسایی بین دو عائله سبب شده ایستاده است. این عاقبت های ناگوار واقعا همه را به تشویش آورد که نهایت از طرف پلت قانونبرار قرار مخصوص عاید به تنظیم درآوردن توی و تنتنه ها، تدبیرهای عائلوی و مراسم دفن قبول گردید که آن بسیار سری وقتی بوده. اکثریت شهروندان را خیلی شاد نمود. برای تامین اجرای قرار مذکور در ناحیه سوخ نیز کمیسه مخصوص ترتیب داده شده که امروزها با سعی و حرکت آنها در محله های ناحیه واخوری و جمع آمدها برگزار می‌گردند. دیروز در محله سوخ عاید این مسئله با اشتراک اهالی این حدود جمع آمد برگزار گردید. در آن اعضایان کمیسه وکیلان خزینه محله اشتراک نموده به اهالی مضمون و ماهیت قرار مذکور را فهمانیدند. از شهروندان نیز به سخن برآمده ذکر کردند که سالهای آخر به دبدبه‌های بیهوده، شهرت پرستی و خودستایی داده شدیم. غایه من از که کم در قلب و شعور ما جای گرفت که آن سد راهی فراوانسازی حیات هر یک ما گردیده ایستاده است. این قرار به منفعت ماست و بسیار سری وقتی بوده. ما البته به آن رعایت میکنیم و بهر تامین اجرای این قرار از یک گریبان سر برآورده سعی و کوشش میکنیم، گفتند از فعالان دهه. در قرار
قرار مذکور چند روز دوام کردن مراسم دفن توی و تنتنه ها تدبیرهای عائلوی نشان داده شده است. امروز ها در ناحیه ما مراسم دفن زیاده از 20 روز دوام میکند و پیوندان و نزدیکان مرحوم زیاده از 20 روز در خاندان او نشسته قاعده های در شریعت منع کرده شده را اجرا میکنند. اکنون موافق قانون مراسم دفن هم به ترتیب درآورده شد. مضمون و ماهیت قرار مذکور فقط و فقط به منفعت ما شهروندان نگرانده شده است. باور داریم که این را به خوبی درک میکنیم و به قانون ویرانکنی ها راه نمیدهیم. در جمامت اهل محله سوخ نیز به همین خلاصه آمدند. در همه محله های ناحیه به نوبت بهر تامین اجرای قرار و به تنظیم درآوردن توی و مراسم ها جمع آمد و واخوری ها شده میگذرند. بخش خبری اخبار دوام دارد. تامین نمودن مکتب ها به انجام های زمانوی خوانش یکی از عامل های مهمترین بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه به شمار می رود. کاروان اسباب و انجام های خوانش به مکتب رقم 12 هم که در محله قزلقیاق جایگیر است آمده رسید. گزارشی داریم در همین خصوص. مکتب رقم 12 هم سال گذشته از تعمیر جاری برآورده شده. برای تعلیم و تربیت گرفتن خوانندگان مکتب همه امکانات ها فراهم آورده شده است در این درگاه، اما نرسیدن اسباب و انجام های ضروری در مکتب به نظر می رسید. این مسئله نیز از نظر شعبه تعلیم و حاکمیت ناحیه دور نماند و در اساس توصیه آنها از حساب بودجه دولت به مکتب مذکور به قریبی به مقدار 45 میلیون سوم انجام های ضروری آورده شد. باعث خرسندی است که امروز در مکتب رقم 12 تمام تجهیزاتی که ما سال آرزو میکردیم به مکتب ما وارد شدند، چون که پس از با رهبری آمدن پرزیدنت جمهوری ما شوکت میرزایف یک قدر موفقیت ها در مکتب ها و در تمام جبهه های تعلیم در تمام جبهه های مملکت دیده شد. باز امروز یک روزی فراموش نشونده شد برای ما تمام آموزگاران و طالب علمان که مکتب ما پس از تعمیر شدند با جهازهای زمانوی استال و استولها خلاص با اشیاءهای خوانش پر تامین کرده شد. برای این ما از پرزیدنت جمهوری ما از حاکم ولایت منتظر هستیم و ما آموزگاران و باید با این عملی جواب گردانده برای باز هم بهتر برداشتن قله‌های دانش خوانندگان حرکت کنیم. امکانیت هست، شرایط مهیا، فقط طلب آن است که آموزگاران باز هم از پیشتر بیشتر سعی و حرکت کنند و خوانندگان از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برند. با برابر آموزگاران خوانندگان مکتب نیز از این امکانیت ها از اعتبار رهبر دولت نسبت جوانان و مردم ناحیه های دوردست ممنون بوده. امروز تلاش دارند که از امکانیت ها استفاده برده صاحب علم و دانش گردند و برای بنیاد ازبکستان نو، برای رشد و رونق وطنی صاحب اختیار، برقراری صلح و امنیت و فراوانی حیات مردم کشور سهم برجسته گذارند. امروز ما فرزندان ازبکستان صاحب استقلالیم که سبب در آن که سال گذشته مکتبمان از تعمیر پوره برآورده شد. امسال باشد به مکتبمان یک چند جهازهای خوانش تامین شده. استادنش باعث خرسندی یک چند بچه‌ها میشود. ما با گفته‌های با پرزیدنت مملکتمان شوکت میرزایف میnnatdاری خود را اظهار نموده با کمانده پرزیدنت متحد شده ازبکستان نو را با هم میسازیم. امروز سیاستمداران و تحلیلگران جهان به خلاصه آمدند که با برابر مملکت جوانان بودن ازبکستان کشوری امکانیت هاست. در آنجا برای اهالی به خصوص فرزندان خوشبخت زمان در تمام امکانیت ها باز است. فقط از آن عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن لازم است و خلاص. واقعا نتیجه همین اعتبار و امکانیت هاست که امروز جوانان ما اقتدار و صلاحیت خویش را در عرصه عمومی جهانی نمایان کرده نفوذ وطن عزیزمان را باز هم بلند می‌بردارند. باور داریم که در نتیجه فراهم آوردن امکانیت‌های بی‌نظیر خوانندگان مکتب رقم 12 هم نیز اقتدار و صلاحیت خویش را نمایش داده شأن و شهرت سوخ عزیز را در ازبکستان حمایت خواهند کرد. در مکتب رقم 26 عاید قسمت ناحیوی المپیادهای فنی و اینچنین وطن پروری کفالت رشد ملی تدبیر دایر گردید. حالا در همین خصوص نقل می‌کنیم. برای نمایان کردن اقتدار و صلاحیت جوانان هر سال در ساختار تعلیم المپیادهای فنی در هر شهر و ناحیه‌های کشور شده می‌گذرد. قسمت ناحیوی المپیاد فنی در ناحیه ما شده گذشت و در آن خوانندگان مقتدر مکتب‌های ناحیه‌مان اشتراک کرده از روی فنی انتخاب کرده خود با همسالانشان قوا آزمایی کردند. تدبیری که با مقصد رغبتناک سازی غالبان قسمت ناحیوی المپیاد فنی در مکتب رقم 26 شده گذشت در خوانندگان مکتب تأثیرات خوبی باقی گذاشت، زیرا مهنت انسان وقتی قدر می‌یابد و باز روح بلند می‌گردد و باز بهره رسیدن به قله‌های بلند
تلاش میکند. در تدبیر مدیر قبولخانه خلقی رهبران ساحه تعلیم و کار به مدافع ناحیه اشتراک کرده درباره اعتبار نسبت ساختار تعلیم و نسل جوان ایستاده گذاشتند. خود همان روز در مکتب تدبیر تحت شعار وطن پروری کفالت رشد ملی دایر گردید. در آن خوانندگان برآمد کرده توسط شعر و سرود، اجرای رقص و نمایش صحنه و مشق‌های حربی و اشتراکداران یک عالم ذوق بخشیدند. با خوانندگان صاحب استعداد و پر اقتدار از جانب شعبه تعلیم کتاب‌های بدیعی، افتخارنامه‌های مخصوص، تحفه‌های گرانبها تقدیم کرده شد. میتوان گفت که این گونه رغبتناک سازی‌ها البته در افزودن شوق و هوس خوانندگان نسبت آموزش علم و دانش و مطالعه کتاب عامل مهم می‌گردد. اصلاً بهترین تحفه این کتاب است. هدیه نمودن کتاب‌های بدیعی به خوانندگان مکتب خیلی پسند آمد، چون که در اکثریت مکتب‌های ناحیه‌مان کتاب‌های بدیعی نمی‌رسد. در اصل کتاب هر چقدر بسیار باشد هم به آن احتیاج پیدا می‌شود، فقط اشخاص کتابخوان، خوانندگان کتاب دوست بسیار باشند. اگر این بود با خبرهای مهم روز بخش اخبار تلویزیونی صبح و در همین جا به بخش خبری انجام میبخشیم. خیر سلامت باشید، اما ما را ترک نکنید، زیرا شما را در پیش برنامه‌های دیگری تلویزیونی صبح منتظرند.